خب سلام، جادی هستم. LPIC 1 امتحان 101 رسیدیم به ماژول 104/2 حفظ تمامیت ملی فایل سیستم ها، در واقع حفظ شرایط درستی که فایل سیستم ها دارن توش کار میکنن. وزنش 2 تا هم دستور داره، در واقع DU و DF که معمولا ازش سوال میدن. 2 تا دستور جنبی هم داره که احتمالاً یه سوال هم از اون مجموعه میاد. ظاهرش کار سختیه. در واقع بحث اینه که وقتی فایل سیستمتون خراب شده چجوری میتونین تعمیرش کنین، یا چجوری میتونین چک کنین درسته، یا چجوری میتونین در موردش اطلاعات بگیرین. مثلا ببینین تو دیسک چقدر جا هنوز خالیه، یه دایرکتوری چقدر فضا رو مصرف کرده، چی داره دیسک شما رو پر میکنه. ماژول سختی نیست به این دلیل که انتظار نمیره از کسی که LPI 1 داره یه دیسک خراب رو یهو تعمیر کنه. کارهای خیلی پیچیده‌ای توش هست، میتونه خرابکاری بشه. لازمه بتونین که یه فایل سیستم استاندارد رو نگهداری صحیح بکنین و در عین حال اطلاعاتی درباره ژورنالینگ فایل سیستم ها داشته باشین. اهدافش کسب اطمینان از این کسی فایل سیستم درسته، چک کردن فضای خالی و حل کردن بعضی مشکلات کوچیک تو فایل سیستم. دستورایی که یاد میگیرین هم ایناست: DU DF برای اون 2 تا کاری که گفتم و انواع دستورهای مرتبط با چک کردن فایل سیستم. ببینیم فایل سیستم چک FS چک، E2FS چک، MKE2FS، دیباگ FS و یک کلمه چیز دیگه. ما شروع می‌کنیم با دستور FSCK که معمولا دسترسی روت میخواد وقتی میخواین رانش کنین. اول یه نکته مهم اینه که چی میشه که فایل سیستم خراب میشه. فرض کنین داریم رو دیسک مینویسیم، یهو برق قطع میشه، یه فایل از بین میره. فرض کنین که یه برنامه وسط کاری که داره با فایل میکنه کرش میکنه. ما به اینا میگیم مشکلای فایل سیستمی. اینکه یه سکتور خراب بشه، هاردتون بسوزه، اینجور چیزها مشکلای سخت افزاری هست. فایل سیستم اینه که هارد سالمه ولی یه اشکالی توی ساختار فایل سیستم به وجود اومده. هرچند که تو بعضی مواقع مشکلات سخت افزاری رو ما میتونیم تا یه حدی با این تکنیک ها شاید حل کنیم. دستور اصلی ما گفتم FSCK، اما FSCK درست مثل MKFS در واقع بخش بزرگیش دستورهای دیگه هم. ببینید توی اسپین یادتونه باینری های حساس واسه کل سیستم بود. در واقع FSCK رو که میزنیم یک کالمه دستور است DOS FSCK، فایل سیستم های داتا درست میکنه، FSCK.ext2 ext3 NFS FAT VFAT و یک کالمه چیز دیگه. تازه من اینجا XFSE رو ندارم. در واقع FSK خودش یه فرانت انده، یه برنامه پیش روی شماست که شما میبینینش که یک کالمه برنامه بک اند، برنامه عقب صحنه رو ران میکنه. اوکی. و نکته جالب اینه که ما یه برنامه داریم به اسم E2FSCK که یه بخش زیادی از اینا اصولاً E2FSCK یعنی لینک هایی به E2FSCK هستن. بقیه این برنامه ها در واقع خیلی از کارا رو این میکنه. فقط این اسما رو باید بلد باشین. یکی از سویچ هایی که خیلی استفاده میکنیم توی FSCK A بزرگ آل، یادتونه FS تاب و cat etc FS تاب میگفتش که فایل سیستم من چه دیسک هایی رو استفاده میکنه. من میگم این رو ماونت کن اینجا با پارامتر آخر که استش پس 1 پس 0. توی درس مربوط به FS تاب میبینیم که این فایل به من میگه که چه فایل سیستم هایی تو سیستم هستن که موقع بوت شدن باید ماونت بشن. اگر این پارامتر ششمشون یعنی پارامتر آخرشون 1 بود، یعنی اینکه حینی که سیستم داره بوت میشه FSCK این رو چک میکنه. اگر 0 بود یعنی FSCK این رو چک نمیکنه، فایل سیستم چک. اوکی، پس شما یه نکته مهم اینجا دارین. هر دفعه که سیستم بوت میشه اتوماتیک میره نگاه میکنه در واقع این فایل FETC که تنظیمات توش بودن FS تاب رو، اگر هر فایل سیستمی آخرش 1 بود در واقع چک میشه، اگر 0 بود چک نمیشه. مکسم مال این بود که می‌خواستم توضیح بدم اون وسط ولی گفتم جدا توضیح بدم. میتونه 1 نباشه، 1 2 3 4 به ترتیب شروع میکنه اینا رو چک کردن. چون شما شاید بگین حتما میخوام روت فایل سیستمم اول چک بشه بعد بره سراغ مثلا هوم یوزرها. من اینجا کلا گوشتم سواب چک نشه بقیه جاها چک بشن. اوکی.
اگر سویچ -A رو بزنین، مثلا fsck-a، باعث میشه که کل در واقع فایل سیستمتون که اینجا معرفی شده چک بشه، آل یادتون باشه. یا این که من مستقیم بزنم، من برای این درس یه دونه کول دیسک رو وصل کردم به کامپیوتر، میزنم fsck dev sdb1 پارتیشن اول کول دیسکی که وصل کردم رو چک کن. یه نگاه سری میکنه، میگه شما پرمیشن ندارین، این کارا از روت برمیاد. با دسترسی روت هم میزنم، میره نگاه میکنه، میگه که dirty bit is set. در واقع من یه بیتی ست شده که به سیستم عامل میگه که این ممکنه کثیف باشه. کثیف باشه یعنی چی؟ یعنی یهو کشیده باشینش. یادتونه یه وارنینگ میده که حتما سیف ریموو کنین. این dirty bit هست، یعنی من نمیدونم شاید یکی داشته روش چیزی مینوشته. حالا من دو تا آپشن دارم، یکو بزنم یا هیچ کاری نکنه. من میگم هیچ کاری نکنه، نمیخوام که در واقع تفاوتی حاصل بشه، چون برای شما اینو خراب کردم که ببینینش. میگه که there are differences between boot sector and its backup. کشیدین بوت سکتور و بکاپتون خراب شده، میخواین چیکار کنم؟ کپی کنم اوریجینال رو به بکاپ، کپی کنم فلان رو به فلان. میبینید که شروع میکنه اشکالات فایل سیستم رو دیدن و حلشون کردن. من مثلا میزنم اینم نو اکشن و میاد بیرون، میگه این دو تا اشکال رو پیدا کردم، میخواستین حلشون کنم، من زدم نه، اومدم بیرون. همین کار رو میتونم با -A انجام بدم که میره فقط از تو fstab میبینه، یادتونه. اوکی، پس fsck رو دیدیم. fsck برای فایل‌های ext استفاده میشه معمولا، ولی برای چیز دیگه هم استفادهش میکنین. در واقع کل فایل سیستم هایی که لینوکس میشناسه برنامه مرتبطش رو دارن که حالا دقیق تر خواهیم دیدشون. همچنین شما نیازی نیست که من اینجا بهش دادم که پارتیشن اول دیسک دوم، یعنی کول دیسک که زدم دیسک دوم کامپیوترم بود. من میتونم اینا رو به این شکل هم بدم، دیسکی که لیبلش مساوی فلان چیزه. ببینیم بلاک آیدی دستوری که به من نشون میده که چه دیوایس هایی وصله. مثلا میگه یه SDA1 وصله که لیبل SDA1 ها، این با اون فرق داره، لیبلش هست موویز. یه دونه دیسک دارم به اسم SDB که لیبل نداره، میتونیم روی دیسکا اسم بذاریم، ولی یادتونه هر چیزی یک دونه UUID داره که اینه. یه دیش جامون حواسم هست یه UUID داره. من میتونم به جای اینکه مستقیم بگم از طریق یونیک آیدی هاشون بگم یا از طریق لیبل هاشون بگم. مثلا میتونم بگم فایل سیستم چک کن چی UUIDش مساویه یه دی هم جا مونده بود باشه، میگه پرمیشن دیناید، میگم با سودو این کار انجام بده. دقیقاً همون کارهای قبلی رو شروع کرد انجام دادن. من بریکش میکنم میام بیرون. پس دیدین من میتونم این شکلی هم بنویسم. خب بیام پایین‌تر ببینم دیگه چی داریم. بلاک آیدی رو که دیدیم، بلاک آیدی کل آیدی ها رو نشون داد بهمون و در عین حال دستور -n رو هم داریم. توی خیلی از چیزای fscky بزنین یک بار دیگه همون رو بزنم. مثلا میگم این -n، حتی ممکنه بدون روت هم کار کنه. نه خیر، آره همون بدون روت هم کار میکنه. در واقع -n به من میگه کاری نکن، فقط بگو که چی کار میکردی. به من میگه که صفحه رو پاک کنم تمیزتر بشه. به من میگه که اگر تو fsck رو ران میکردی روی این، من میرفتم fsck vfat رو ران میکردم رو این. همین رو بذاریم با موویز بزنم. من میگم اگر اون دیسکی که لیبلش موویزه اجرا میکردی چیکار میکردی؟ میگه نمیدونم، هیچ کاری نمیکردم اگر اینو ران میکردی، چون XFS و من یوتیلیتی های XFS رو نصب نکردم. خب این اشتباه تایپی منه. تیون FS تیون 2FS FSCK رو دیدین؟ یه سری اطلاعات به من داد و یه فیکس های نرمال طبیعی رو انجام داد خودش. حداقل از من پرسید که yes یا no. تیون FS کامندیه که در واقع تیون میکنه، مثل تیونینگ ماشین. صفحه رو پاک کنم تمیز باشیم مثل هم میشه. من میگم sudo tune 2fs، تیون میکنم fs هم رو. کدوم فایل سیستم رو؟ مثلا اینجا زدم SDA2، همین دیسک که کامپیوتر ازش بوت میشه الان تو کامپیوتر من، یه بار خرابش کرده بودیم با هم. -L لیست یادتون باشه، اطلاعات به من فقط نشون میده.
یه حجم زیادی اطلاعات. مثلا میگه که این فایل سیستمی که تو داری اسم نداره، ماونتش کردی رو اسلش، یو آیدیش اینه، ماجیک نامبرش اینه. ماجیک نامبرها تشخیص میده که این چه جور فایل سیستمی داره یا چیزای دیگه. مثلا فایل سیستم استیتش کلینه، تیک نخورده که درتیه یا نه. آینود کانتش انقدر آینود داره، انقدر فری بلاک داره. کلی به من اطلاعات میده در مورد فایل سیستمم. تیون تو fs-l هم در واقع لیست میکرده. همین دستور رو تو مراحل پیشرفته تر میتونین استفاده کنین برای اینکه مثلا ژورنالینگ روش ران کنین. ببینین ژورنال بکاپ من آینود بلاک ها رو ژورنال میکنه. ژورنالینگ رو جلوتر یه خورده توضیح میدم، ولی با تیون fs ما با سویچ -l اطلاعات رو گرفتیم. امکان ست کردن هم داره، یعنی همین دستور میتونه یه جزئیاتی رو در مورد دیسک تغییر بده که دقتش در واقع کیفیتش بره بالاتر. مشهورترینش اضافه کردن ژورنالینگه. خب اگر همین رو میخواستم توی فایلای در واقع فایل سیستم های فرمت XFS بزنم که مناسب برای فایلای ریز، فایلای خیلی زیاد و مثلا توی توضیحایی مثل اوپنزوزه دیفالت شده الان واسه فایل سیستممون، دستورش می بود xfs-info. من ندارمش. xfs_info من میگه این نیست. اگر میخواین نصبش کنیم باید این پکیج رو نصب کنیم که این دستور رو داشته باشین. من چون کامپیوترم XFS ندارم این رو استفاده نمی کنم. این شد کل FSCK و tune to fs و برابرش xfs info که مثل tune to fs برای فایل سیستم های XFSی. میریم سراغ دستور دیگه. فعلا یه خود نفس راحت بکشین. du و df. du میشه دیسک یوزیج، df میشه دیسک فری. یه دایرکتوری چقدر یوز کرده، کل فایل سیستم من چقدر فری داره. خیلی زیاد اتفاق میفته این بحث. شما میخوایم ببینین که چقدر از دیسکتون خالی مونده. تقریبا روی سیستمی که دائما مینتین میشه، همین که به شما بگن یه اروری داریم، اولین کاری که میکنین یه DF میگیریم ببینین چقدر توش خالیه. نکنه دیسک اصلا پر شده دیگه، مثلا MySQL کار نمیکنه، آپاچی کار نمیکنه، ارور میده و اینجور چیزا. دیسک فری، دیسک یوزیج. دقت کنین. دیو به شما میده که ببین مثلا دیو دیسک یوزیجه، فایل سپیس یوزیج، آره سامرایز دیسک یوزیج. دیدیم من میگیریم هر وقت سوال داریم درباره هر دستوری. خیلی زیاد پیش میاد که شما میخواین ببینید یه دیسکتون چقدر پر شده، چقدر خالیه. میخواین ببینید یه دایرکتوری چند تا فایل چقدر فایل پر کردن. اون رو با یوزیج، دومی رو، اولی رو با دیسک فری. یه مفهوم مهمم داریم تحت عنوان آینودا که قبلا دربارش حرف زدیم. اینجا بیشتر حرف میزنم، یک کمی بیشتر که یه بار دقیق میگم چیه. نکته اینه که شما یه سری فایل داریم. من یه فایل رو ذخیره میکنم رو دیسک، خود اون فایل یه جایی رو دیسک میگیره، ولی یه بخش دیگه ای هست که باید یه جایی ذخیره کنم که این فایل اینجاست، اسمش اینه، اونرش اینه، این اگه دایرکتوری این فایل‌ها توشن یا اگه فایل تو کدوم دایرکتوریه، یه کلمه اطلاعات دیگه. به اونا ما میگیم آینود. در واقع آینودها اطلاعاتی درباره فایل هستن. آینودز contain the information about files. اونرشون کیه، آخرین بار کی عوض شدن، سایزشون چقدره و اینجور چیزها. در شما وقتی یه فایل رو دیسک ذخیره می‌کنین، علاوه بر سایز خود فایله، آینود هم باید ذخیره کنین. اینجور اطلاعات که این چقدر دیسک مصرف کرده رو میتونین با این دستورا بگیرید. ما با df شروع می‌کنیم. در ساده ترین حالت df به شما میده که فایل سیستم /dev sda2 پارتیشن دوم دیسک اولتون اینقدر بلاک 1 کیلویی توش داره، اینقدرش یوز شده، اینقدرش خالی اویلیبله، 65% یوز شده و ماونت شده اینجا. همه رو به شما نشون میده. هوم من نشون میده. اون کول دیسکه چون که ماونت نشده نشون نمیده. من الان کول دیسکه رو جدا کردم، چند لحظه ثبت میکنم، دوباره کول دیسکه رو وصل میکنم. سیستم اتوماتیک ماونتش میکنه، میبندمش، دوباره میام df میگیرم. الان اونم به من نشون میده، میگه sdb که ماونتش کردی اینقدر بلاک، در واقع 4 گیگیه تقریبا. خوندنش البته خیلی سخته. بذارین یه سویچ خوب بزنم. ما سویچی داریم تحت عنوان h یا h بزرگ. یه تفاوت خیلی ریز دارن. اول h کوچیکو میزنم.
عددی رو میده که واسه من مثل آدم‌تر میشه خوند. میگه SDB1 که الان زدی پارتیشن اول دیسک کول دیسکت که نصب کردی، وصل کردی، 3.7 گیگ سایزشه، یوزدش 7 مگه، اویلیبلش اینقدره، ماونت شده در این مسیر و اینقدرش یوز شده، فقط 1% یوز شده. فرق اچ کوچیک و اچ بزرگ تو چیه؟ یه خورده عدداشون فرق میکنه. اچ کوچیک 1000، اچ بزرگ 1024. در واقع این عدد کامپیوتری تر، واقعی تری میده به ما. ولی چون بعضیا فقط میخوان صفرها رو حذف کنن، تقسیم بر 1000 رو اینا نکنن، با اچ کوچیک حرف میزنن. ما با اچ بزرگ معمولا ترجیح میدیم، ولی فرق زیادی چون نمیکنه، در واقع خیلی وقتا این درصد برای من پره. میبینم آره 8 گیگ هنوز از هومم خالیه، پس خطری ندارم، میتونم به زندگیم ادامه بدم. 4 گیگ و خورده هنوز جا دارم روی این دیسک. اچ کوچیک و اچ بزرگ. در عین حال یه سویچ مهم دیگه هم تیه. من تی بزرگ رو با اچ میزنم. در مورد تایپ هم به من اطلاعات میده. تی بزرگ تایپ، میگم که تایپ این EXTF4، تایپ این VFAT. خیلی زیاد پیش میاد، شما میزنین DF-TH، تایپش رو به من بده. فضاش هم به من مثل آدم بگو، هیومن ریدبل بگو. H تو خیلی دستورا هیومن ریدبله. اوکیه؟ پس 2 تا اصلی رو پیدا کردیم. آخرین سویچ مهم دیسک فری داش آیه. یه اچ کوچیک هم میزنم که به 1000 خودش تقسیم کنه. آی چی میده؟ دفعه پیش داشت به من تعداد در واقع بایت های روی دیسک رو میداد. الان تعداد آینود ها رو میده. آینود، برای همین آینود رو توضیح دادم. میگه که SDA2 تون 1.5 میلیون تا کلن آینود داره که 448,000 تاش مصرف شده، 1.1 میلیون تاش مونده. 30% آینودا رو مصرف کردیم. آینودا اطلاعاتی در مورد فایل‌ها رو نگه می‌دارن. اگر یک کالمه فایل کوچیک کپی کنم روی یه دونه دیسک، با اینکه فضای فیزیکیش پر نشده، اگه در واقع من 1.5 میلیون تا فایل کپی کنم رو دیسکم، هر چقدر کوچیک باشن دیسک من پر میشه، چون آینوداش تموم میشه. معمولا این نسبت‌ها رو خود سیستم عامل یه جوری موقع فرمت در نظر میگیره که شما به مشکل نخورید. نکته جالب دیگه SDB1 که اصلا آینود نداره. چرا؟ بذارین سویچ تیم رو اضافه کنم، تی بزرگ. VFAT آینود نداره، به همین خاطره که VFAT نمیدونه اونر فایل یعنی چی، نمیدونه که کی دسترسی روی این فایل داره، آخرین باری که فایل باز شده کی بوده، آخرین باری که استفاده شده کی بوده، آخرین باری که ادیت شده کی بوده، چون آینود نداره. در نتیجه اصلا VFAT آینود نداره و اینا رو صفر نشون میده. اوکی، پس سویچ آی رو یاد گرفتیم برای نشون دادن آینودا، اچ بزرگ و اچ کوچیک، و تی بزرگ برای اینکه تایپش هم به من بده. این شد دستور DF که دیسک فری رو میداد. در واقع هر فایل سیستمی رو میداد که چقدر پره یا خالیه. میریم سراغ دستور بعدی DU به من میده که دیسک یوزیج یه مسیری چقدره. مثلا من میگم که دیسک یوزیج تمپو به من نشون بده. میگه تو تمپ اینا هستن که اینقدر جا گرفتن. مثال خوبی نبود چون من خیلی خوبی تو تمپ کپی نکردم. بریم توی WLPIC. دیسک یوزیج اینجا رو به من نشون بده. میگه دایرکتوری 101 16 تا مصرف کرده. خب اینو که من درست نمیفهمم. بذارین هیومن ریدبل بخونمش. میگه دایرکتوری 101 16 کی مصرف کرده. دایرکتوری دان 686 مگ مصرف کرده. این انقدر، هر کدوم به من داره میده که چقدر. ببینین دان انقدر، لوگو چرت 686 مگ دوباره، چون من فایل اینو کپی کردم این تو که دو تا دایرکتوری تو در تو داشته باشم که ببینین تک تک دایرکتوری ها رو نشون میده. لوگو 689 تا، چون که انقدر توی چرتشه، احتمالاً خودش هم یه خورده داره توش. دیتا انقدر، اینم انقدر. میتونم همزمان بگم که هم اینجا رو به من نشون بده، هم تمپو. اینجوری بدم، هم اینجا رو به من نشون بده، هم تمپو. میگه 9 گیگ اینجا، 3 و 7 اونجا. میتونم یه دونه سی هم بزنم، بگم گرند توتالش رو به من نشون بده. یعنی اینکه یه خطم آخرش بیار بگو اوکی این انقدر مصرف کرده در کل.
حالا میرم سراغ تمپ، تک تک دایرکتوری رو بهت نشون میدم. این 3.7 کلش میشه انقدر. میبینین چون هیومن ریدبل میکنه 9 گیگ و علاوه 3 مگ میکنه، کماکان میگه 9 گیگ. پس یه سویچ داش سی هست که توتال همه دایرکتوری که دادیم رو هم به ما نشون میده. اما سویچ های مهم دیگه ای هم داره. H که هیومن ریدبل مثل همیشه، C رو دیدین، مکس دپت خیلی استفاده میشه، یعنی من میگم که DU هیومن ریدبل به من بده، مکس دپت یعنی درسته که میشموری تا تحمیلی میگردی چقدر داره، ولی فقط یک لایه‌اش رو به من نشون بده. اگر یه دایرکتوری داشتی که توش دایرکتوری بود که یه دایرکتوری بود، همه رو جمع بزن، فقط دایرکتوری اولیه رو به من نشون بده. در واقع به من تا تهو میشموره، ولی میگه مثلا فرضاً هزینه درآمد 88 که مثلا یه کار تحقیقاتیه با کلی دایرکتوری برای مثلا چقدر در واقع هزینه درآمد هر خانوار در ایران چقدر بوده و این داستان ها، در نهایت چند مگ مصرف کرده. تک تک دایرکتوری توش رو نمیده که حالا مثلا بخش هزینه چیه، بخش هزینه فلان چیه. اوکی، این یه سویچ بسیار 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 مفیده. وقتی ما مشکل تو جای دیسک داریم با دی اف میبینیم که دیسک پر شده، با یه همچین دستوری شروع میکنیم از تو روت پیدا کردن که اوکی چی داره این دیسکو مصرف میکنه. شما بلدین با دستور فایند هم میتونم بگم همه فایلایی رو به من بده که بیشتر از 100 مگن مثلا. اوکیه. در نهایت هم یه سویچ خیلی پر استفادهش DU-S که فقط یه سامری میده، نمیره دایرکتوری ها رو ببینه. درش من میگم اینجا هیومن ریدبل بده و سامریشو بده. معلومه که خیلی زیاد طول میکشه چون که تمام کارهای زندگی من توی دایرکتوریه. میرم توی LPIC، پروژه LPIC این توه. خلاصه میگه که کل این 9 گیگ بوده. من میخوام ببینم کدوم دایرکتوریشو زیادتر از همه گرفته، میزنم DU هیومن ریدبل بده، ماکس دپت فقط یک مرحله رو به من نشون بده، گرب کن G هر چیزی که گیگابایتیه به من نشون بده. حالا مگه اینکه اسم یه چیزی هم G بزرگی باشه که ترس نداره. چی شد؟ بذاریم مکس دپت هم بکنم 2 نشد هنوز. DU-H هیچ چیزی 1 گیگ نیست. اوکی، دلیلش این بوده که هیچ کدوم از دایرکتوری‌ها 1 گیگ مصرف نمی‌کردن. بعد همین رو به مگ میدادیم، بفهمیم که بالای مگ دارن رو به من نشون بده. مثلا تو مثال واقعی معمولا گیگ کاراتره. پس داش اس رو هم دیدیم، فقط سامری رو نشون میده. خیلی مشهوره HS این دایرکتوری چقدر مصرف کرده. اما از دو تا بحث آسون DU و DF برمیگردیم به بحث خطرناک ریپیرینگ. بعضیا شوخی میکنن میگن که آدم ترجیح میده کل دیسکش از بین بره، از بکاپاش برگردونه که مجبور نشه فایل سیستم رو ریپیر کنه. FSCK رو دیدین، استفاده میکردیم برای نشون دادن مشکلات. در مورد اون کول دیسک خاص این رو بهتون نشون بدم. الان دوباره حالت خوب هستیم. dev SDB1 من میگم FSCK کن SDB1 رو. فکر میکردم روی آمانت کار نمیکنه، ولی یه چیزهایی رو ممکنه روی سیستم مانت شده کار نکنه. یعنی یه مواقعی ممکنه به شما بگه که حتما باید آن مانت کنین سیستمتون رو که من کار کنم. FSCK فیکس هم میکنه. دقیقاً تو مثالی که ما دیدیم مشکلات رو میدید و فیکس میکرد. روی فایل سیستمایی که ژورنالینگ نیستند این فیکس خیلی بیشتره. ژورنالینگ رو یه بار دیگه هم توضیح دادم. ژورنالینگ یعنی چی؟ یادتونه ویندوز 98 خراب که میشد ریبوتش اگه میکردین یهو دکمه‌شو میزدین برق میرفت 2 ساعت طول میکشید یه چیزی اینجوری بشماره همه ی هاردو به چرخه. اون چی بود؟ اون دلیلش این بود که ژورنالینگ نداشت. نمیدونم الان ویندوز ژورنالینگه یا نه. در واقع NTFS. اتفاق خطرناک چیه؟ من یه برنامه‌ام یه فایل رو دارم ادیت میکنم، توش چیز می‌نویسم، ولی یهو اگه برق بره چی میشه؟ من فایل رو باز کردم، شروع کردم توش چیز نوشتم، برق میره، فایل از بین میره. یا نصفه میمونه یا جدیده نوشته شده، قبلیه پاک شده، نمیدونم چی شده. مثل کاغذ که نیستش که در واقع وقتی فایل رو باز میکنم قطع میشم، ممکنه فایل خراب بشه کلا. راه حلش چیه؟ داشتن یه ژورنال روزانه، دفتر خاطرات. این برنامه تو ژورنال مینویسه، در واقع خود برنامه نه سیستم عامل این کارو میکنه. برنامه میگه تو این فایل برام تهش اینو بنویس. سیستم عامل میره اینجا مینویسه که قرار بود ته فایل فلان چیز رو بنویسم. بعد میره فایل رو باز میکنه، شروع میکنه فلان چیز رو مینویسه. وقتی تموم شد فایل رو بس، میره اون بالا حذف میکنه که این رو نوشتم. حالا اگه برق بره چی میشه؟ میگیم تو ته این فایل اینو بنویس. میرم تو ژورنالم میبینم که قراره ته فایل فلان چیز رو بنویسم. فایل رو باز میکنم، برق میره.
برق که برگشت سیستم عامل داره میاد بالا، FSCK رو اتوماتیک ران میکنه، چون تو FS تب فیلد آخرش رو من بیشتر از 0 زدم. میبینه تو ژورنال نوشته که آخرین کاری که داشتم میکنم که تموم شده یا نه این بوده که ته فایل فلان چیز رو بنویسم. میره فایل فلان رو نگاه میکنه ببینه تهش فلان چیز نوشته شده یا نه. اگر شده بود میاد اینو تیک میزنه که نوشته شد، اگر نشده بود مینویسه. در واقع از طریق نگه داشتن یه ژورنال که من دارم چیکار میکنم و بعد انجام دادن اون کارها و بعدن تیک زدن، همیشه میفهمه که آیا فایل سیستم کارهایی که داشت توش انجام میشد تموم شده یا نه. به همین خاطر فایل سیستم‌های ژورنالینگ خیلی سریعن در واقع موقع ریکاوری. اگر ژورنالینگ نباشه فایل سیستمتون، مثل EXT2، EXT 3 و 4 ژورنالینگن، XFS ژورنالینگه. EXT2 داشته باشین یه همچین چیزی که در واقع دیدین رو ویفت داره کار میکنه که ژورنالینگ نیست، کلی از شما سوال میپرسه، میگه من یه فلگ زدم که این دیسک آن ماونت شده بی خودی، حالا باید برم بچرخم ببینم مشکل داره یا نه. پس رو سیستم‌های نان ژورنالینگ مثل EXT2 و FAT خیلی زیادتر FSCK کار میکنه. روی EXT3 و EXT4 که ژورنالینگن خیلی کمتر کار میکنه. تو XFS تقریبا دیگه هیچ کاری نمیکنه، اینقدر که ژورنالینگش قویه. این رو هم یادتون هست XFS دستورهای خودشو داره. من چی میزدم؟ فایل سیستم چک که چک میکرد، توی XFS میزنم XFS چک که یه فایل سیستم XFSی رو چک میکنه. همچنین یه سویچ خیلی مهم که تو همه اینا باید یادتون باشه sudo fsck-n کوچیکه. یادتونه n بزرگ میگفتش که قراره چیکار کنم. وقتی من n بزرگ رو میزدم میگفت اگر fsck رو این ران کنی SDA برای که XFS نداشتم تو SDB میزنه که من ویفت رو ران خواهم کرد. اگر n کوچیک بزنم هیچ کاری نمیکنه، فقط به من میگه که اگر کار میکردم اتوماتیکلی ریموو میکردم درتی بیتو. اوکی؟ فقط به من میگه که چی کار میکردم. دستور بعدیمون دیباگ FS که دوباره از اسمش کاملا میتونین تشخیص بدین چی کار میکنه. یه طول اینتراکتیو برای دیباگ کردن فایل سیستم ها، دیدن یه سری جزئیات و امکان داره تغییرم توش بدین. حالت عادی دیباگ FS رو که ران میکنین هیچی رو تغییر نمیده. دیباگ FS def SDA2 همین فایل سیستمی که توش هستم. میگه شما اجازه نداشتین بهش دسترسی داشته باشین. کویت کیو رو میزنم، سودو با روت رانش میکنم، چون قبلا پسوردمو پرسیده بود دیگه نمیپرسه تا یه مدتی. اگر بخوام رایت توش بکنم سویچ داش W اول رایت باید میزدم که خب من نمیزنم که چیزی رو خراب نکنم. دیباگ FS در واقع من دارم با فایل سیستم هم یه رابطه دوستانه برقرار میکنم حالت دیباگ. در واقع من یه کامند لاین میده، طول اینتراکتیوه. میرم cd etc توی etc هم الان میتونم pwd رو بزنم که کامند رو یادتونه به من میگه الان کجاست. در واقع من میگه شما توی آینود فلان، این یادتونه هر چیزی یه آینود داشت، آینود etc شمارش اینه، آینود اسلش شمارش 2، چون اول از همه درست شده اون اولیه رو برداشته برای خودش. در واقع دارم مثل جزئیات میگه دیگه درباره آینودا. حالا من میتونم مثلا چیکار کنم اینجا؟ استات بگیرم از یه چیزی، مثلا بگم استات فایل گروپس. میگه فایل گروپس رو پیدا نکردم. در واقع از ext2 lookup نگاه کردم پیداش نکردم. ext2 lookup رو نگاه میکنه، چون که ext3 که الان من دارم در واقع ext2 به علاوه ژورنالینگه. میگم استات بگیر از پس wd. میگه فایل پس wd وجود داشت، آینودش اینه، آینودش رو کپی میکنم که بعدا استفادهش کنم. تایپش رگولار فایل، دسترسی ها بهش اینن، گروپش اینه، مالکیتش اینه، سایزش اینه و کلی اطلاعات دیگه از جمله سی تایمش، ای تایمش، ام تایمش، این چیزایی که شما توی دستور فایند میدیدین. در واقع اطلاعات اون آینود رو به من نشون داد و میتونم برای گرفتن اطلاعات ازش بزنم n چک، در واقع نود چک، اون نود نامبری که سیف کرده بودم رو میره میگرده عقب ببینه اون مال کجاست. میگه اولا مال این فایل، آینودش اینه، پت نیمش اینه و هیچ دیگه ازش پیدا نکردم. با همین برنامه شما میتونید دنبال نودها بگردین، فایلایی که پاک شدن رو حذف کنین، پیدا کنین، چی میگن؟ بازیابی کنین.
چون در واقع شما آینود رو فقط حذف کردین، فایل هنوز هست، درنچه براش یه آینود میسازین بازیابی میشه. مطمئنا قرار نیست شما مستقیما انجامش بدین، فعلا تو LPIC 1 خطرناکه کلا دست دادن به این چیزا، پس ما ازش میایم بیرون با دستور کیو. این میشه پس دستور دیباگ fs. یه مفهومی رو توی LPIC باید بدونین تحت عنوان سوپر بلاک، فقط درکش کافیه. در واقع متادیتای فایل سیستم تو سوپر بلاک، شما سیستمتون رو که فرمت میکنین یه در واقع دیتایی لازمه که بگه که آینوداتون کجاست، حجم دیسک چقدره. در واقع فایل سیستمتون یه متادیتا داره. متادیتا دیتا در مورد دیتاست. فایل سیستم خودش دیتاست، پس میگیم فایل سیستم یک متادیتایی داره که اطلاعات مربوط به فایل سیستم رو ذخیره میکنه. بسیار مهمه. در واقع شما اگه سوپر بلاکتون رو از دست بدین انگار سیستم عاملتون رو فرمت کردین. قابل بازیابیه. چجوری؟ معمولا جاش معلومه. اولهای دیسک ذخیره میشه، بعدش همین که سوپر بلاک چند بار جاهای دیگه هم تکرار میشه چون خیلی مهمه. در نتیجه خود موقع فرمت کردن، من اینجا یه نمونه براتون آوردم تو درس، ببینیم من اون چیزی رو فرمت نمی‌کنم. البته داش n میتونه فقط نشون بده، میگم اطلاعات SDA 7 رو نشون بده، میاد میگه سوپر بلاکتون که خب فلان جاست متادیتاهاش ایناست دیگه. در واقع میگه که این دیتاها رو داره، این شکلیه، لیبل نداره، او اس تایپش لینوکسه و همه داستانا. سوپر بلاک بکاپاتون اینجا هست. در این پوزیشن ها از دیسک یه بار دیگه متادیتای سوپر بلاک رو ذخیره کرده. مفهوم سوپر بلاک رو لازمه بدونید. و تقریبا درسمون تموم میشه. من فقط چند تا چیز رو که اینجا آوردم رو باهاتون مرور میکنم. بعضیش البته جدیده، در حد اینکه اسماش رو بدونین لازمه. توی LPIC فایل سیستم EXT 3 تا دستور داریم. tune to fs که دیدینش، dump e to fs، سوپر بلاک رو و گروپ دیسکریپتور مشخص کننده گروهش رو برای فایل سیستم های ext2 و ext3 می نویسه. معنیش چیه؟ یعنی شما میتونید دامپ کنیم، بگین دامپ e2fs /dev sda2 توی فایل. میگه شما با روت فقط میتونین بکنیم این کار رو. خب فایل میگه این فایل چیه؟ یه فایل اسکی تکسته، cat فایل. دیتای سوپر بلاکتون رو نوشته، برای کار ریکاوری به درتون میخوره. معمولا در دنیای واقعی کمتر کسی این کار رو میکنه، ولی خوبه که انجام بدین. یه بار میکنین بعد یه روزی که بدبخت شدین، در واقع سوپر بلاک حذف شد، میتونین از تو این دیتا یه در واقع دیتاتون رو ریکاور کنین. tune to fs دیدینش، dump e to fs، dump کردن یعنی ریختن یه چیزی یه جایی. debug fs رو هم که دیدین. این مال ext ها بود. توی سیستم عامل ریزر fs در واقع ریزر fs tune که دقیقا مثل همون تیون خودمونه، show and set parameters. debug ریزر fs مثل دیباگ خودمونه، dump هم نداره. و برای xfs که بیشتر احتمال داره سوال بیاد که خیلی هم آسونه چون مفاهیمش اسمش دقیقا همونه، xfs info اطلاعات رو نشون میده، xfs grow fs رشد بده فایل سیستم رو. میتونه یه فایل سیستمی که مثلا قبلا گفتیم 200 مگ میخوامو بکنین 400 مگ. معلومه که پشتش باید خالی باشه، نباید فایل سیستم دیگه ای باشه. وقتی فایل سیستم دیگه ای ندارین، دیسکتون خالیه و فقط تیکه اولش رو فرمت کردین، میتونین با xfs grow fs بزرگش کنین. xfs admin پارامترها رو عوض میکنه، اینفو فقط نشون میده، برخلاف این بالا اگر یادتون باشه tune to fs هم نشون میداد هم عوض میکرد. اینجا xfs info نشون میده، xfs admin عوض میکنه. و در نهایت دو تا دیگه میمونه، xfs repair که مشکلات رو حل میکنه، xfs db در واقع مثل دیباگ ما کار میکنه. میتونیم وصلشیم بهش، ما که میگم ext server، میتونیم وصلشیم به فایل سیستمتون و آینودا رو چک کنیم، ببینیم که در واقع یه دیسک کجاست، فلانجا چی رایت شده، براش آینود بسازین و اینجور کارها. خسته نباشین.
وزنش 2 بود. یه بار دیگه یه مروری میکنیم. الان میتونین چک کنیم، وریفای کنیم فایل سیستماتون رو، مونیتور کنیم فری اسپیس ها و آینوداتون رو -i یادتون نره، ریپر کنیم مشکلات کوچیکو. DU DF رو دقیق دیدیم، FSCK رو دقیق دیدیم، E2FSK در واقع یه برنامه‌ای بود که اون پشت بود و خیلی از FSK ها در واقع به اون اشاره میکرد. MKE2FS، Debug FS، Dump E2FS، Tune E2FS و یه مجموعه ابزارهایی از XFS Tool رو دیدیم. امیدوارم که همه وزن 2 امتیازش رو بیارین تا درس بعدی.